شیرین ها شیرین بیا سری چشمه آب میری. حاضر. رخشانه نیت کن تا بخت یابی. چی گویم؟ خدا جان بختی سفیدم ده. خدایا با دل خاله جانم مهر و شفقت ده. رخشانه بعد زیارت کردن دلم صبور می شود، خرسند می شود. خیر جوشم همینجاست. در حقیقت به تو میزیبد. دختری خوشروی هستی. رحمت خاله جان. چی کنم که با دلم هیچ کار کردن نمیتوانم، ولی بعد اون واقعه بدت دیدم. بعد فهمیدم که اینجا گناهی تو نبوده است. گپ در دل پسرم. روحی اپا جانم همیشه پیش نظرم می آید. جگر جگر و دیگر دیگر. یا دیگر روی خونه که نکنیم. شیرین جانم. خاله جان. جانانه همینجا بوده است تو ما تشنه لب گشتیم.
رئیس میگه من با وای فهموندم لیکن وای هیچ گپی برای گوش نمیکند نمیدونم چیکار کنم. تو بابای ابله باز فهمون. خوب شده باز میفهمم. رستم فهمیدی؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. و تو زمین در کار؟ در کار ها؟ رای حل زمینی تو انا همین است. ها مردک مصلحت چی شد؟ نمازی من قضا شده ایستاده است. بعد میفهمانم زنک. توبه کردم. خدایا خداوندا گناه ما آسیان را ببخش. توبه کردم. الله اکبر. یا بسم ها چی شد؟ نشد زنک. و تو هم مردک هستی. علاجت رو یابو زمین رو از دست نده. اقلا نیم گکتر زمین گیر. شرطی رئیس وزنین. گاوا برده فروش. خوب. انا باز دو مرغ دیگر قربان سرش خورد. لیکن توفه زنده هدیه خود را چیکار کنیم؟ توفه؟ هدیه؟ ها. وای به عروسک خانه ما اشاره کرد. با کی؟ به عروسک خانه ما. شیرین رو میگی؟ ها. ساقی علایه حلاش خوره. انا دلش چی میخواسته است؟ هش کمکت کفده. تو زنی نکاهی داری، معشوقه بسیاری داری، بس بودگیست. برای چی؟ برای یک امضا؟ یک امضا؟ ای همه این را با کی میگویی زنک؟ با کی میگویی؟ رئیس شیرین را میخواهد. میخواهد برتر کند. چی تر؟ شیرین را با زمین، جای کار، آسودگی ما رئیس میخواهد برتر کند، عوض کند. رئیس روی راست گفت که اگر ما راضی نشویم پسرمان را از کار میگیرد، خودمان را باشد بیزار از جان میکند. سختی بد گرفته است لعنتی. نقص شد که تو با شیرین آشتی کردی. اکنون فهماندنت آسان میشود. من به این خلقتی جانسوز جرأت ندارم. او پگاه روز قیامت باپا هم چی میگویم؟ زنک رود و به رئیس معقول شده رئیس زن کده گیرد. چی؟ چی؟
یه بر پدری رئیستم نالا تو روی تو برین مرد کم سیاه شد زنک جان تمام پگاه دختری خودتا همین خیل برآورده میدی کشی شد فقط حالا با شیرین هیچ چیز نگوی بعد حل میکنیم شد زنک جان یه بر پدری رئیست نالات تمام زنک جان خانه شرافت سوزده بچه مسافر که برای چی دگونه؟ آقای عاشق بیقرار گفته است که شیرینه که گرفته ندادی دیگر به تاجیکستان بر نمیگردم در همون جنگلزارهای روسیه کار کردن نگردم بیا اگه بچه در سر دیگران بار نکن بچه هم به عیب نیست در اونجا یک بیوه دو بچه داره گرفته از حسابش کیف و صفا کرده گشته است اینش راستو لیکن تو پشتی شرافت نگیر نه من چه پشتی ویا گیرم و یک دختری بیچاره و بیکس و بینوای صغیره را حیاتش را سوزان من خودم کلیم کردنی بودم صغیربانی به دلش زده است ادگونه من پشتی ویا نمیگیرم بیچاره یک دختری بی مادر و بی پدر رو حیف کردنی و ای رو به رئیس فروختن برای چی؟ برای یک پرچه زمین نه بیا دگونه جون بچهش رو شروع می اندازیم بریزا گویم جنجال می بردارد بعد کیف کرده تماشا میکنی لک جانی پک از وقتی که وی خونه سوخته ریزا دختر علیده که پشمک رو برده به توی زن کرده است پروای یگان کس رو ندارد ای رخت نه اینقدر واهمه نکن ما به زمین تو الکی 20 تانه سالرکا 10 تانه نوری فرستادیم کی رئیس بابا؟ همین هفته باور کنید یگان کیلوهاش رو هم ندیدیم پس کجا شده است؟ شنیدم که به بازار بردن کی؟ میگویند که جیانتان رسول تو هم با من دشمن شدی خدا نگاه دارد رئیس من با کارهای شما ارالش نمیشوم لیکن زمین از دست میرود نهالهای پخته نابود میشود من خوردم طاقت نخوردم تو هم خوردی متهم هر روز مهمان می آید خودت همین سال چند تان سلرکه و نوری گرفتی میبخشید رئیس با 800 کیلو سلرکه و 1 تن نوری کار بود نمی شود 200 گکتر زمین از دست می رود شد گذراندی برای نابود شدن 200 گکتر زمین تو از وظیفه آزاد شدی رئیس عظیم. بابا التماس رئیس بابا خیز گم شو خیز رئیس التماس رئیس بابا چشم نرسه شیرین جان از روز با خالت آشتی شده ای
باز مثل پیشینه خندان و شکفان شده ای. ها از خاطر جمع دیدن بهتر نعمت نبوده است. خاطر جمع باشد تخت‌زار ما از قصر و مهمانخانه های خارجه 100 پرده بالاتر است. راست. سلام دخترها، از ششتر مانده نباشه. رحمت. شیرین مبارک شود. میگویند که صلح و آشتی در خانه پایدار شده است. اکنون نوبت شد. کاشکی. کاش دخترچه من هم با مهر و محبتی بابای بیبیش کلان میشد. پسرچه ما گوی؟ نه دختر، یاردم چی میشود؟ نه تو اول به من پسرک تولد میکنی. خوب با شما بحث کردن نمیشود. در خانه تینجی هست؟ تینجی؟ سهر دادم گو رو به بازار بردم. مسئله زمین وزنی شده است. پول در کار، برای همین گو رو به بازار بردم. با همین مسئله زمین حل شود کاری کلانم. لیکن تگ دلشان زیر درباره کیم چه خیل توفه زنده برتر گپ زده آه میکشند. توفه زنده؟ برتر؟ ها روز بازار زیافت میدهند. توفه زنده برتر این چی معنی داره؟ نمیدونم. تو هم میروی؟ ها برای پختپز یاردمچی لازم بوده است. سهر همراهشان میروم. یگان ساعت میستم باز به سر پخته بر میگردم. من به نزدی اسبی آهنینم روم. بگو همراه میرویم. مایلش. شاید او چند با ما هم مهربان شود ها؟ خورسان مراد؟ خورسان مراد؟ خورسان مراد؟ بیا با صحرا میروه. فخته حف جان ما فخته. پخته جان پخته رویده چون گل دسته در چمنی کالخوزا کشاده رسته پخته تو دست و پا نداری، زبان هم نداری، اما مردم برای تو تلاش میکنند. میدانم تو جانی مایی، تو خوراکی مایی، نانی مایی، پوشاکی مایی، تو بدنی اوریانی ما رو میپوشانی. حتی وقتی مرگ به واسطه تو به حلق ما آب میچکانند. عاقبت کفن میشوی و ما را به گور میمانی. لیکن با وجودی همه این در ریشه تو جانم، در ریشه تو جانم، ریشه جانم.
شما همه چیز تیار کرده ایستید. من رفته رئیس پیشواز میگیرم. باید تیار کن، فهمیدی؟ شیرین درک هم نیست. گفته بود که یک دو ساعت یاری میدیم و به سر زمین میآیم. تو رفته خبر گیر. دلم کیم چل خواتیر. من میرفتم و لیکن زمینی 10 گکتره رو کارش تمام کردن در کار. سحر آبمان ها میآیند، کار سر میکنند. میدونم پخته آب طلب شده است، لیکن باید رفته خواهرت را خبر گیری. بارتر این معنیش همین که گاو و پول و ضیافت به یک پارچه زمین عوض میکنند. تو کار کردنگی من خودم میرم. نه با تو عصبانی شدن ممکن نیست. من خودم میروم. السلام علیکم رئیس بابا. خوش آمدید. السلام علیکم. عظیم جان تو از پسی کار شو. خوب شد است رئیس. مرحمت رئیس بابا، مرحمت. شاید همین کار لازم نباشد. نه رئیس جان، ما قول دادیم کو. با اختیار خودت. بله رفتیم رئیس جان. جای خوبی خوشباد و هوا یافتی. بله خوشباد و هوا. مرحمت رئیس جان، کنی ما و کرمی شما چقدر که توانستید. مرحمت گذارید رئیس جان. خندت زن. مرحمت. نوش جان باد رئیس جان. مرحمت. متهمی این رو از کجا یاد گرفتی؟ از شما در رئیس جان، از شما. رئیس جان، در همین گلستان، در همین هوای تازه یک کده سری دستی. مرحمت. با خودت هم ریز. مایلش رئیس جان، مایلش. مرحمت رئیس جان. گیرید جان. انا رئیس جان. شیرین
شیرین شیرین در اینجا هم نیست. شیرین زنک دیماغ شیرین چی خیل؟ به نظرم بد نیست. رو زنک جان دیماغش چاق کن. رو مرحمت رئیس بابا. یک بیسته گیریم نه رئیس بابا. سلامت باشی. شیرین جان شیرین جان اینا دی. های کیفی رئیس ها. جوجه بره بدونه همش از اون اونها. کاش یگان جوانی رئیس شونده رو میگرفتم و کیف و صفا کرده بالای دیوان ملایی راحت میکردم. دراز کش راحت کن. افسوس 21 سال باز با یک الکش خدازده زندگی میکنم و یگان بار راحت نکردم. شیرین خوبش بود بسیار نقص رفتیم. رو رئیس بابا همهش جا به جا همه نقص. میتوانید استراحت کنید ما در همین جا.
آه.